و اما یک گزارش ببینید از یک ماده غذایی خوشمزه ولی بسیار خطرناک. قیمت ماکارونی توی کشور ما خیلی زیاده و به این خاطر خیلی خوشحالیم، چون میدونید ماکارونی واقعا ماده غذایی خیلی مضری. من تا چند سال پیش ماکارونی زیاد میخوردم که باعث شده بود پوستم کهیر بزنه، دستام از کار بیفته، حتی سرطان لوزالمعده بگیرم. اما خوشبختانه با گرون شدن ماکارونی الان خیلی وقته حتی سرما هم نخوردم. به نظر من این یک توطئه استعماریه که سعی داره ماکارونی رو در جهان سوم ارزون نگه داره تا مردم مظلوم فقیر هی ماکارونی بخورن و مریض بشن. و این هم تظاهرات معترضان به ارزون بودن ماکارونی در جهان غرب، جایی که مدعیان حقوق بشر اون تا امروز مانع گران شدن این سم زر در کشور عزیزمون ایران شده بودند. Protests resembling France's Yellow Vest movement have spread across Europe, from Belgium to Germany, Sweden, the Netherlands, and the UK.